جناب آقای قاضی نژاد، میخواستم در رابطه با گرونی ها نظرتون رو بدونم و اینکه علت اون چیه. کدوم گرونی؟ چرا سیاه نمایی میکنید؟ زیر سایه‌سار ولایت همه چی هست، وفور نعمت. چه ربطی داره این موضوع؟ شما میدونید که باید فرهنگ سازی بشه این موضوع، میدونید؟ قربان، گوشت 130,000 تومانی، مرغ 15,000 تومانی، دلار 14,000 تومانی. چه ربطی به ما داره؟ مرغ اگه گرون شده خروس محلشون باید پاسخگو باشه. گوشت اگه گرون شده به خاطر قاچاقه. علت قاچاق هم مشخص، ارزونیه. دلار اگه گرون شده برین رئیس جمهور آمریکا بپرسید. ما تا کی میخوایم حوزه‌های مختلفو با چون میدونید ربطی نداره. باید فرهنگ سازی بشه. ما باید یاد بگیریم که تخصیص بدیم موضوعاتو، چون ربطی نداره. آخه ملت همه تو صف گوشت یخزده و همه معترضن نسبت به گرونی ها. تعجب میکنم چه ربطی به ملت داره؟ از هوای نظام دارن استشمام میکنن، بعد سر گوشت و مرغ و دلار شاکیان. میگم باید فرهنگ سازی بشه، همینها باید تخصیص بدن، چون ربطی نداره. مرغ و گوشت و دلار و سکه و مازراتی و اینا خب مربوط به سفره انقلابه. مسئولینم که خب با تلاش زیاد پای سفره نشستن، از این آرمان کوتاه هم نمیان آخه. بنده خدا ملت باید در حوزه اشکنه و کله جوش صحبت کنه. فرهنگ سازی باید بشه، چون اصلا ربطی نداره این موضوع. آخه ولی مقام عظما خودشون گفتن که باید مشکلات مردم تسهیل بشه. چه ربطی به مقام عظما داره؟ مقام عظما همین که سرپا بمونه، سفره انقلابشون برپا بمونه، برای ما کافیه. مقام عظما نرمش قهرمانانه رو خودشون شروع کردن، اما همونطور که فرمودن نتیجهش ربطی بهشون نداره. مبدع اقتصاد مقاومتی بودن، اما خب نتیجهش دیگه ربطی به ایشون نداره. داستان هسته‌ای زیر نظر ایشون کلید خورد، اما بدبختی‌ها و تحریماش خب ربطی به ایشون نداره. ایشون مرجع تقلید شیعیان جهان هستند. افق‌های 40 ساله دوم رو دارن تبیین میکنن. اصلا خود ایشون دارن فرهنگ سازی میکنن، اصلا ربطی نداره. بله با تشکر، دست شما درد نکنه. یعنی چی؟ سوالای شما چه ربطی به درد دست من داره؟ اصلا ربطی نداره. همین دیگه، میگم باید فرهنگ سازی بشه چون ربطی نداره. باشه، من خداحافظی میکنم. چه ربطی به تو داره که خداحافظی میکنی؟ من همینه دارم میگم، فرهنگ سازی باید بشه چون اصلا ربطی نداره. این موضوع اصلا ربطی نداره آقا. هیچ موضوعی اصلا این مثلا دارم صحبت میکنم هیچ ربطی نداره این موضوع.